تا چند وقت پیش کل اکسپلورمون پر این پرنده های عجیب بود. با تایتلی که روش نوشته بود ما قراره توی سال 2027 تازه متوجه این عکس‌ها بشیم. شما رو نمیدونم ولی من تا اون موقع نمیتونم صبر کنم. پس بیاین همین الان شروع بکنیم. قبل از هر چیزی به این موجودات میگن اوپیوم برد. خیلی‌ها باور دارن که این پرنده ها واقعی‌اند و حتی عکسایی از فسیلای این پرنده ها و تجربیات شخصیشون از رو در روی با این موجودات رو توی فضای مجازی با بقیه به اشتراک گذاشتن. اما همه اینا یعنی واقعا این موجودات وجود دارن؟ برای اینکه حقیقت رو بفهمیم باید بدونیم که کی برای اولین بار توی فضای مجازی همچین چیزی رو پست کرده. یک کاربر به اسم درف اف ایکس توی 12 سپتامبر 2023 این پست رو توی تیک تاک منتشر کرد و توجه خیلی زیادی رو به خودش گرفت. اما به دلایل نامعلومی بعد از یه مدت که این پست وایرال میشه ظاهرا پیج درف از تیک تاک برای همیشه پاک میشه. این کاربر توی پستش نوشته بود که موجوداتی مثل این توی قطب جنوب کشف شدن و الان اگه شما آیدی درف رو توی تیک تاک سرچ بکنید فقط فن پیجاشن که فعالیت دارن. نکته‌ای که در مورد این ویدیوها وجود داره اینه که همشون با هوش مصنوعی درست شدن و درف اطلاعات بیشتری به ما نداده. شاید واقعا بهترین راه اینه که چنل رو سابسکرایب بکنیم و تا سال 2027 صبر بکنیم تا ببینیم چی میشه.